خب عزیزان بیننده، از دو تا از عزیزان آقامون دعوت کردیم، آقا پسرای گلی که سال گذشته باز دانش آموز بودن و امسال در رشته های به اصطلاح مهندسی و در رشته پزشکی مشغول به اصطلاح مطالعه هستن، دعوت کردیم که تشریف بیارن و با اونها هم مصاحبه‌ای رو داشته باشیم. خب عزیزان خودتون اول معرفی کنین. آقای خدا علی حیدری هستم. بله. پارسال در رشته ریاضی کنکور شرکت کردم. الان دانشجوی سال اول رشته مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران تحصیل می‌کنم. بله، به سلامتی شما. خب برای اینکه عزیزانی که در منزل مشغول دیدن برنامه ما هستند اونها هم بدونن که شماها از چه روش‌هایی رو استفاده کردید تا موفق شدید، بد نیستش که یه توضیحاتی رو در مورد وضعیت مطالعه خودتون ارائه بکنید. من اول از همه از آقای مهندس حیدری می‌خواستم سوال بکنم که بفرمایید که در اون دوره جمع‌بندی، اون یک ماه آخر، وضعیت مطالعاتون چجوری بود؟ روی چه چیزهایی تکیه می‌کردید بیشتر؟ یه توضیح بدید که عزیزانمون الان دارن میشنون، برای اونها هم راهگشا باشه که بتونن با تمام قوا به سمت جلو حرکت کنن. من 3 خرداد حدوداً جمع‌بندی رو شروع کردم. بله. تا دوم سوم تیر بیشتر از خودم آزمون میگرفتم، چون درس‌ها رو بیشتر خونده بودم. بله. از خودم آزمون گرفتم، کنکور شبیه سازی می‌کردم برای خودم. حدوداً از هر 3 روز 2 روز از خودم آزمون میگرفتم، یا بعضیاشو مدرسه میگرفت، بعضیاشو آموزشگاه میگرفت. اینطوری از خودم امتحان میگرفتم تا وضعیتم، یعنی از طریق آزمون ها وضعیت خودت رو ارزیابی می‌کردی و بعد می‌رفتی سراغ به اصطلاح مباحثی که امتحان میگرفتم. بله. بعد از اون امتحانمو تحلیل می‌کردم، قشنگ می‌نوشتم که چند تا بی‌دقتی داشتم. بله. چند تا غلط داشتم که غلطام ناشی از مهارت بوده یا نخوندن بوده. احسن. مثلا یه امتحان میدادم می‌دیدم که 3 تا انتگرالش رو جواب ندادم. این بود که بعد از ظهرش میرفتم انتگرال تست می‌زدم و این باعث میشه که تو کنکورم بدونم که اگه نخواستم بزنم چی رو نزنم. اگه آسون بود که میزنم، اگه نبود از اون رد میشم. اینکه آدم بدونه از رو چی رد شه خودش هنر. بله. آقای حیدری ببخشید من همینجا یه سوالی رو بپرسم. اینکه شما الان میگید که مثلا اگر یه مبحثی رو چند بار آزمون میدادی متوجه میشدی که این مبحث تو نمیتونی ازش نتیجه بگیری، رد میشدی، مثلا فرض کنیم که همون اولین آزمون به این نتیجه میرسیدی، یا اینکه نه مثلا فرض کنیم 2 تا 3 تا آزمون جامع میدادی بعد به این نتیجه میرسیدی که خب من بهتره که این مبحث رو بذارم کنار، چون هر چی دارم براش زحمت میکشم نمیتونم ازش نمره بگیرم. کدوم یکی از اینا بوده؟ نه کنار نذاشتم، انتگرال خونده بودم. میدونستم که قراره چند تاشو جواب ندم، مثل هندسه میدونستم که هندسه رو قراره چند تاشو جواب ندم و برگردم نصفشو جواب بدم. خب من می‌خواستم از آقای حیدری بپرسم که با توجه به اینکه دوره آخر رو هر جفت این دوستان گفتن که ما با برنامه‌ریزی داریم کار می‌کنیم، چون می‌دونیم که برنامه‌ریزی توی انتها آقای دکتر فکر کنم اهمیتش خیلی بیشتر از شاید قبل باشه. من می‌خواستم از آقای حیدری و همینطور از دوستمون آقای شیشیگر بپرسم که به ترتیب البته جواب بدید که از اول برنامه‌ریزی داشتید یا نه، یا اینکه همینجوری درس می‌خوندید. این در مورد برنامه‌ریزی یه مقدار می‌خوام بیشتر صحبت بکنید که اهمیت برنامه‌ریزی تو نتیجه گرفتن شما چقدر تأثیر داشته، و آیا اینکه در دومی سوالش هم که پشت سرش جواب بدید از نتایجی که به دست آوردید راضی هستید یا نه؟ بفرمایید. من با مشاورم برنامه‌مو ریختم، یه خودم هم دخیل بودم، نه که تنها مشاورم برنامه بده. بعد اینکه طبق برنامه میرفتم جلو، روزی مثلا 10 ساعت و نیم درس میخوندم به طور میانگین. روزی 10 ساعت و نیم درس؟ بعد روزا مدرسه رفع اشکال بود میرفتم مدرسه، ولی 10 ساعت و نیم حدوداً با اون 4 ساعتی که امتحان میگرفتم. از کی؟ از 3 خرداد. قبلش هم همین حدود درس میخوندم. قبلش من بیشتر روزای تعطیل 10 ساعت و نیم. روزای تعطیل 10 ساعت. روزایی که مدرسه میرفتم میومدم 5 ساعت خونه دوباره درس میخوندم. ولی یک ویژگی این بود که انعطاف پذیر بودم، یعنی برنامه بود که 10 ساعت و نیم باشه، ولی خب مثلا تو خرداد یه 2 روز یه مشکلی برای من و خیلی از بچه‌ها دیگه پیش اومد که از لحاظ روحی به هم ریخته بودیم. بله. 2 روز مثلا 2 ساعت درس خوندم، مثلا نمیتونستم درس بخونم، روحیه‌شو نداشتم، ولی خب بازم خودم برگردوندم و دوباره 10 ساعت خوندم و نتیجه‌ام گرفتم. این آزمونای سنجش و آزمونای دیگر که میدادن بعضی وقتا حالم بد میشد، مثلا گفتم این اون چیزی که من می‌خواستم نیست. ولی آخر سر کنکور تقریبا اون چیزی که می‌خواستم شد. اون چیزی که می‌خواستی شد. بعد رتبتون هم گفتید دیگه چند شد؟ 600 کنکور. خب خیلی از بچه‌ها فکر می‌کنن که فقط برای خودشون مسائل روحی پیش میاد. می‌بینیم برای رتبه‌های درخشان کنکور هم حتما این مسائل پیش میاد. گاهی اوقات با دلسردی روبرو میشن، گاهی اوقات مشکلات عدیده‌ای رو پیدا می‌کنن. این راهش نیستش که ما درس رو بذاریم کنار. راهش اینه که یه استراحت کوتاه، بعد با تمام توان همچنان که دوستان عزیزمون اشاره کردن حرکت کنیم به سمت جلو. الان ایستادن برای شما هیچ فایده‌ای نداره.
یک انرژی مضاعف برای خودتون ایجاد بکنین. تمام سلول های بدنتون باید به سمت جلو حرکت بکنه تا انشالله بتونید یه نتیجه مطلوب هم به دست برید. دور از دسترس نیست. میخواستم بپرسم از 2 تا دوست عزیزمون که تو مطالعاتون اولویت بندی داشتید یا نداشتید، یعنی مثلا یه درس به یه درس دیگه ترجیح داشته یا نداشته. بعد این رو میخواستم توضیح بدید، یعنی مثلا شما که رشته‌تون ریاضی بود و مهندسی قبول شدید، تو اولویت بندی درس‌ها و همینطور مباحث اینا رو رعایت می‌کردید یا نه؟ مثلا فرض کنیم تو این 1 ماه آخر که مونده بیشتر رو چه چیزایی تمرکز می‌کردید؟ این یه مقدار بیشتر می‌خوام توضیح بدید. بفرمایید. من اینجوری نبود که فقط نقاط ضعفمو برم دنبالش. من بیشتر مهارتامو حفظ می‌کردم، یعنی با اون مهارتم برام روز کنکور قبول بشم و در کنارش ضعفامو بهتر کنم. یعنی آقای دکتر میخوام اینو یه مقدار دیگه شما بازش کنید. ببین میگن روی نقاط قوتشون تمرکز بیشتری می‌کردن و رو توانایی‌اش. من فکر می‌کنم که حتما برنامه کارگاهی رو هم دقت بکنم. ما روی همین سیستم خیلی به اصطلاح دقت بچه‌ها رو جلب می‌کنیم. حتما روی نقاط قوتتون پافشاری کنید. یعنی اونا رو اولا تثبیت بکنید. بعد که تثبیت کردید، بعد مرحله بعدی. برای ما اون تسلط مهمه. اگر می‌خوایم موفق باشیم باید روی یه سری از جاها پامون رو محکم بذاریم، مطمئن باشیم که ما میتونیم از اونها استفاده کنیم، نتیجه بگیریم. بعد یه پله بعد. آقای حیدری بفرمایید جواب اون دوست انسانیمون رو. سوال که دوست انسانی میگفتن که کتاب یا تست. بله، کتاب استفاده می‌کردی تو دوره جنبندی یا از تست شروع می‌کردی؟ من تو دوره جنبندی تست می‌زدم، هم تست کنکورهای گذشته، هم تست‌های تالیفی و که جامع تدوین شده بود می‌زدم. بله. اگه مشکل داشتید به کتاب مراجعه می‌کردید، به جزوهاتون مراجعه می‌کردید یا اینکه نباز می‌رفتید؟ اگه پاسخ تست قانعم نمی‌کرد به جزوه معلم یا کتاب درسی دوباره مراجعه می‌کردم، میگم جواب چرا این. از کتاب‌ها چقدر استفاده کردی؟ من بیشتر تو طول سال از کتاب‌ها استفاده می‌کردم. اونا رو می‌خوندم. اونا رو تثبیت کرده بودی، بعد آخر به تست‌ها می‌پرداختی. آقای حیدری و همینطور شما، ایشون پرسیدن که برنامه خودم میتونه جوابگوی کار من باشه با توجه به اینکه اون توی محلشون مشاور ندارن. من فکر می‌کنم بتونه، چون معمولاً بهترین مشاور خود آدمه. بله، نوابغ جهان هم خودشون رو پای خودشون گذاشتن. دقیقاً. آفرین. بسیار خوب. از تابستان میخوام شروع کنم. کتابای تستنی آیا به دردم میخوره یا نه؟ شما تو تابستون شروع کردید؟ سوم هستن. میخوام تابستون شروع کنن. کتابای تست به دردشون میخوره؟ من از سوم تست میزدم ولی درسمو بیشتر میخونم، ولی تست رو شروع کرده بودم، یعنی آشنایی با تستم تازه موقع شروع. ولی بیشتر منبعت کتاب بود. کتاب و جزوه ما. بسیار خوب. آقای مهندس، میخوایم یه سوالی رو بپرسیم از بچه‌ها که اگه احیانا تو این زمان راهکارهای مناسبی رو دارن، چه توصیه‌ای که به نظرشون میرسه رو عنوان میکنن، فکر می‌کنم خیلی خوب بشه. بله. آقای داری؟ بله بفرمایید. من که اولین بار نبود که کنکور میدم. من چندین بار تا حالا کنکور داده بودم. یکی همین شبیه سازی که خودم میکردم، کارتمو به سینم میزدم، کفش میپوشیدم. باریکلا. بعد اون 4 ساعت مثلا پا نمیشدم. در اتاقم باز بود که سر صدا میخوده بیاد. بعد بچه‌ها این قسمت رو خیلی دقت بکنن. این توصیه‌های طلایی است. بله واقعا. حتی صندلی تکیه هم گرفته بودم 13000 تومان. داغونم بود. یارو فروشنده تعجب کرد که چرا خراب می‌خوای بگیری. بعد شاید جایی که میافتم صندلی خراب داشته باشه. بله. بعد اینجوری از خودم آزمون میگرفتم و خودم امتحان می‌کردم. کولرم بعضی وقت خاموش می‌کردم که گرم باشه، بعضی وقت روشن می‌کردم که خنک بشه. در هر صورت خودم امتحان می‌کردم. بعد برای خودم تصویرسازی می‌کردم. شبا که می‌خوابیدم چشامو می‌بستم، خودم می‌دیدم که قبول شدم. مثلا مهمونی گرفتیم داریم به فامیل شام میدیم. بعد کارو کردید یا نه؟ بعد شام بله شام رو دادیم. بعد این بود که وقتی سر جلسه کنکور نشستم باعث شد که خود راحت تر بشه. پس امیدوارم که همه بچه‌ها بتونن از این توصیه‌ها استفاده بکنن و یک گام بزرگ به سمت هدفشون بردارن. خیلی متشکرم. جنبندی رو جدی بگیرن. حتما. متشکرم از تشریف فرماییدتون.